سلام رفقا، من امیرعلی ام و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز قسمت 4 گیم پلی گاد آف وار گوست آف اسپارتا رو با هم ادامه میدیم دیگه. آره دیگه، بریم سراغ ویدیو. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چی میشه دیگه. باز همین اول کاری داری FPS از من میگیری. اگه اینجوری ادامه بده من همین اول آقا گرافیکشو میارم پایین دیگه. هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، همینو میریم. بریم تا از این آتیشای مزخرف رد بشیم تا بالاخره یه گرافیکی بخواد به ما بده. چه شانسی من دارم میرم، همش هم درست در میاد. باید کیفیت معذرت میخوام دیگه، واقعا هیچ کاری نمیشه کرد. اوکی نمیریم بابا. کجا باید برم؟ همین جای دیگه، جای دیگه ای نیسته مطمئنم تقریبا. از کجا اومدی؟ چه رشته؟ اینه نه این نیست. نه هیچیش نمیشه، همونه دیگه. باید بریم حتما اصلا. آره حد زدم. اوکی میگه باید بپریم بالا. اوکی فهمیدم، به خدا فهمیدم، اما اولش هم میدونستم اصلا. هولی پسر بند هولی. چیکار بود؟ پشمام ریخ. اوکی برو بالا دیگه. گشاد. شما چرا آدمای مظلوم رو میکشین ها؟ مظلوم کشا. بزن تو سرش. شیرش بده. حالا یکم بریم جلوتر، باز گرافیک میبرم بالا. واقعا اینجوری نمیشه داد. اوکی آروم باش پسر خوب، آروم باش پسر خوب، آروم باش پسر خوب. صدا جکی چان میدی چرا؟ اوکی دلیل این که من از انرژی استفاده نمی کنم اینه که به شدت ریستارت میکنه توی FPS اون. برام کلا حتی دکمه‌ش هم ست نکردم چون دکمه ای نداریم که بخوام روش ست بکنم که بخوایم از اون تواناییش استفاده بکنیم. عملا من هیچ دکمه‌ای برای استفاده از اون ندارم، دکمه‌ام کمه. اینجوری بهتون بگم، من بخوام بشمارم 1 2 3 4 1 2 3 4 8 4 تا هم بالا، 3 4 تا 12 تا دکمه بیشتر ندارم که این 4 تا دکمه 2 تاش میره برای آنالوگه که حالا بریم این ور اون ور و حالا بقیه موارد. مگه اینکه آدم بشینه با کیبورد بازی کنه و کی حوصله داره با کیبورد بازی کنه. واقعا سخته، هیچ کی حال نمیده اصلا. حسی که با دست داره یه چیز دیگه است. اونا اونجا منتظرن تا ما بیایم یه دونه پر بده اینم اوکی شه دیگه. اینا آدمن نه اگه بریم داخل فکر میکنم بتونیم گرافیک. نه داخل نرفتیم. اوکی گفتی 1000 بار دوام که میتونیم من خودم دراپ کنم با ال. اوکی بابا بیاین دورم بیاین دورم. بیاین دیگه.
اوکی اینا زدیم. همچنان من افته FPS دارم، واقعا نمیشه کاری کرد که بخوام براتون گرافیکو برم بالا. کلا اصلا این صحنه هاش خیلی سنگینه، من به چه دلیل، به همین آتیشا خیلی افکت های سنگینی هست. اوکی مپارم خیلی بزرگتر کرده، اصلا هیچی هی میاد لود کنه اونا رو، بعد تکسچر اضافه میشه، فشار میاد بهش، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. شرمنده تونم چه سو قوی دیدی؟ اینجاش مثل گادافاریه که، ولی خب اون تا اون جعبه چوبی بود دهن ما رو اینا سرویس کرده بودن. این جعبه این یه تیکه سنگ بود، هیچ کاری هیچ غلطی از دستشون بر نمیاد. نهایتش این بود که ما رو دمیج بدن. من پایین رو چک نکردم ببینم چیزی برای لوت کردن نداره. خیر چرا نه ما از اینجا اومدیم، گمون نکنم چیزی اینجا باشه، بریم بالا. اوکی کدوم ور باید بریم؟ باید بریم بالا یا از این ور بیایم از بغل رد شیم؟ نه این ور که نیست، این ورم قطعا نیست، همینه دیگه. بکنم اینجا بالاخره صحنه جنگی چیزی باشه. از این مپ کوفتی منو بیار بیرون، من نمیخوام تو آتیشا باشم. این چیه؟ نمیدونم چیه، هرچی از چیز خوبیه. آها این نوار، اونی که به ما داد نوار آتیشه رو پمپ. این اوکی بریم. بذار من یه امتحانی گرافیکو دور براتون بیارم بالا. بذار رو 2 فعلا، 2 بهتره باز هرچی باشه. اوکی فعلا که خوب. آجی گرافیکو ببین، ما چی داشتیم میدیدیم، میبینی اون تکسچر آتیشو، وای خیلی قشنگن، بی نظیرن واقعا. گادافار تمام نسخاش بدون استثنا خوبن، هیچ استثنایی وجود نداره، حتی نسخه‌ای که روی جاوا داده، نسخه نوکیایی که دادن بیرون اونم بی نظیره. آب خوردم. صدام داشت میگرفت بس. اتینا هوکن چی میگفت؟ نه فارسیش میشه چرا به من خیانت میکنی؟ هوکن فیل میدونم. بمیر بابا، همیشه هم باید بزن آتنا رو بشکنه. این دقت کردین؟ بابا ای خدا یه 2 دقیقه لگ نزن، مخاطب ببینه داره قشنگ باشه. اوکی برو بالا. اوکی بابا به خدا فهمیدم میتونم با زبدر برم بالا. این پوشیه بسته اون برم بسته کوزه این چیه اتنس اول ادنز فهم کنم اگه خونده نشم اونجا اول نمیدونم کارایش نمیدونم چیه. اوکی آروم باش من اینقدر میترسم FPS هایی بریزه که مجبورم وایسم. برگام ریخته باور کنید. این داشت به ما کیفیت 720 کوالیتی میداد، الان رو 480 اینقدر نویز داریم واقعا. شرایط هیچ فرقی نکرده، گوشی همونقدر خنکه، فقط یک ذره حافظه گوشی به خاطر همین ویدیوها تازه پر شده. گوشم
همش به خاطر همین آتیش هست، وگرنه افکت های آب اونقدر سنگین نبود. این افکت های آتیش و این فضای بزرگ تموم شن همه چی حل میشه به امید خدا. این ور چیه؟ این ور چیه؟ خب این ور چیه؟ من دقت کردم دقیقاً هم با پارتایما چیزه تنظیمه، یعنی مثلا به هر سیو، به هر دو سیوی که رد میکنیم دقیقاً میشه همون 20 دقیقه. اوف درد داشت، درد داشت. اوکی منتظرم بیام پایین. ما هم که حرکت مخصوص داریم مثلا. آروم باش، گم شو بینم بابا. بندازش توش. با چی شوت میکرد؟ نه راحت میتونیم شوت کنیم اون تو. یادم بود من. دیدی کارهایشون اصلا همین بود. اوکی اینجا هیچی نیست و بریم ادامه ماجرا رو ببینیم که از چه قراره. باید بچرخونیم، بالاتر نمیره. اینجا هم چیز خاصی نمیبینم. بریم. ایوا کجا باید برم؟ اونور بازه؟ بابا این خفتی پیس نده. تا تعمیر رفتیم باش شده ترسی دوشی هده. اوکی این چیه؟ واسه این بالا چیکار بود؟ اینجا هیچ کار نمیشه کرد. اینجا هم چی نیست، همون رو باید بریم. من هی میگم این قسمت ها رو رد کنیم به قسمت ها سبک برسیم، هی داره به قسمت ها سنگین تر میرسه در سرویس. اوکی باید هلپش کنیم، باید کمکش کنیم. اینو هولد کنیم. این چیه؟ میگم هولد کن. خدایا فشار بده. این چیه؟ اوکی این آوردیم روش. بابا این لحظه صبر کن. بذار من براتون استوب کنم اینو میتونم تغییر بدم. خب آقا من این سری تنظیمات انجام دادم، یک ذره گرافیک بهتر شد و FPS همون به نظرم خوب شده، اونقدر داغون نیست دیگه. بریم سراغ دامش. یارو له کردیم. نه فکر می‌کنم یه چیزی داشت که بعد ورش می‌داشتیم. اوکی ده خوبه. FPS هم الان روونه. اگه میدونستم از اولم چی کاری انجام دادم. جان تو این چیه؟ اصلا ما چجوری باید بریم اون بالا؟ تو اصلا اونو باز کن. اصلا صحیح تو اونو وا کردی، من چجوری باید برم اون بالا؟ بینش فکر کردی یا نه؟ چه غلطی باید بکنی بینش فکر کردی؟ روشی هست که اون میاد پایین.
ببینید داشت از روش PS5 برای با کیفیت نشون دادن تصویر استفاده میکرد، مثل دقیقا خود PS5 که تصویر واقعی نشون نمیده، میاد مثلا مقدار حالا نمیخوام توضیح بدم، فقط داشت از اون روش استفاده میکرد هرچی بود. خب و وقتی که من نباید از این بگیرم وقتی که من اونو خاموش کردم خیلی اوضاعمون بهتره. ببینم از این باید بگیریم، یه چیزی باید بگیریم ولی خب من نمیدونم چه چیزی باید بگیریم. میشه بگی از چه چیزی باید بگیریم؟ از این سنگا باید بریم بالا. از کجای دقیقاً به ذهن من نمیرسه. ور بازه؟ ور باز خودم کلیدیه. یه جایی باید بریم بالا، من نمیدونم از کجا. راستا اینو بیارم این ور، شاید چیز خاصی داشت اونجا. نه نمیشه ورش داشت. نه نمیشه. اوکی بوده دیگه، برو بالا. بوده ماشاءالله. این دسته چیکار میکنه؟ باید میاره پایین دیگه. ابله اوکی، پس ما باید آماده باشیم سریع بریم. اصلا اینو بنداز روی این. نه همونجا باش. خب من از کجا سریعتر میتونم بپرم پایین؟ ببینم میشه از این ور مثلا میتونم مستقیم بپرم؟ نه از همونجا باید بپریم. خب پس سریع انجامش بده بریم پایین. بودو تند با سرعت برو پایین. بنازم به عقل حکیم بزرگ. اوکی اینا سنگ شدن. مدوسا داره اینجا. مدوسا خیلی در حقش ظلم شده، داستان غم انگیزی داره. اگر دوست داشتیم بریم بخونیم، باحاله. مدوسا یه جوری الهه زنا بوده، الهه زیبایی بوده، مثل همین. آره دیگه تقریبا. خب من هیچ علاقه ای ندارم بپرم اونور، میمیرم. و حتی نه یه نخ دیگه هست اینور که نمیشه، اونورم نمیشه، باید بپریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی. دید گفتم مدوسا داره. چرا مدوسا این با گادافار یک فرق میکنه؟ میگم گادافار دو. بابا جمع کن بابا. نه از اون دایره بابا. ابله یه بمیر بابا. سیکتیر. بمیر بابا. مدوسای این خیلی ضعیفتر از مدوسای گادافار 1 و 2 هم. اینا چی هم بابا؟ تازه زورشون هم نمیرسه وقتی تو رو سنگت کردن بزنن، دیر میزنن.
چه جونی داریم ببینین دیگه. این یکی جونش در اومد. مربع، مثلث و بکن کلشو. دایره و اینم از این. بنازم عشق از حکیم. آره درسته، فکر کنیم درسته، دیگه فکر نکنیم. این سری اینقدر به ما رکب زد که اصلا خدا میدونه. هر پله یه جایی میرفتی، هر قسمتی که میرفتی یه دیواری میشکستی، این قوله میومد بیرون. به نظرم یکم بریم جلوتر، اینجا زوده برای سیف. اوه نه یادم اومد اینجا چی. اصلا علاقه ندارم ادامهش بدم و باشه برای پارت بعدی. بریم یه جایی که نزدیکتر باشه. خیلی خوب رفقا، خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. اگر خوشتون اومد حتما یه سری به کانال اصلیمون بزنید، لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی.